با سلام خدمت شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستم با آموزش یک مدل کروشی. نخو من با یه پای کوتاه محکم کردم، 4 تا 5 تا زنجیره میزنیم و 3 تا پایه اون طرفتر میایم پایه سوبل میزنیم. پایه سوبل باید 2 بار ببینیم به این شکل 2 بار نخو دور قلاب میپیچونیم و نخو میکشیم بالا و اگر تعداد حلقه ها رو بشماریم 4 تا حلقه است روی قلاب که به این شکل به صورت 3 تا حلقه در میاد و 2 تا حلقه و یه دونه حلقه و این کار رو مجددا انجام میدیم. من 5 تا پایه سوبل زدم. دوره شروع میکنیم به زدن زنجیره 2 3 4 5 و 6 تا زنجیره میزنیم و میایم برمیگردیم عقب و مابین پایه سوبل اول و دوم قفلش میکنیم و برای قفل کردن کافیه که شما یه پای کوتاه بزنید به این شکل و یک حلقه این سمت ببینید درست شد. دوره 5 تا زنجیر میزنیم 2 3 4 5 و برمیگردیم عقب و این سمت با یه پای کوتاه محکمش میکنیم. دوره پایه سوبل این قسمت رو با پایه سوبل پر میکنیم. 1 2 ببینید 2 تا حلقه دور قلاب، از این حلقه قلاب رو رد میکنیم، نخو میکشیم به این صورت، 4 تا حلقه رو به صورت 2 تا حلقه، 3 تا رو به صورت 2 تا حلقه و 2 تا رو به صورت 1 حلقه در میاریم. یه دونه پایه سوبل و دوباره این کار رو تکرار میکنیم. و 4 تا زنجیر میزنیم 2 3 4 و دوباره توی یه حلقه قفلش میکنیم با یه پای کوتاه. دوباره 4 تا زنجیر میزنیم 1 2 3 4 و دوباره پای سوبل میزنیم به همین تعدادی که در این پای سوبل زدیم به همین تعداد به اضافه این 2 تا زنجیره رو هم حساب میکنیم. ببینید من 4 تا پای سوبل زدم و به اضافه این 2 تا زنجیر که حکم پای سوبل رو داره در کل میشن 6 تا. پس 6 تا پای سوبل این سمت میزنیم. آخرین پای سوبل رو که میخوایم بزنیم ببینید به این شکل. اینجا دیگه قلاب رو وارد کار نمیکنیم، وارد این حلقه نمیکنیم. ببینید این قسمت میای نخو میکشیم و 3 پایه
ببینید به همین تعدادی که اینجا فاصله گذاشتیم به همین تعداد فاصله میذاریم و با یک پای کوتاه محکم میکنیم. اگر از چند تا نخ استفاده کردین شما میتونید اینجا نختون رو تعویض بکنید. دوباره همین میرین سراغ گل بعدی. 1 2 3 4 تا 5 تا زنجیر میزنین. این که میگم 4 تا 5 تا زنجیر بابت اینه که حالا اگر شل میبافین میتونید از 4 تا زنجیر استفاده بکنین و اگر بافت محکمی دارین میتونید 5 تا زنجیر بزنین و شروع میکنیم به پای سوب زدن. 2 بار قلاب روی حلقه روی قلاب و نخو به این شکل میکشیم. 3 تا حلقه رو به صورت 4 تا حلقه رو به صورت 3 تا حلقه، 2 حلقه و 1 حلقه، یه دونه پای سوب و این کار رو دوباره تکرار میکنم تا 5 تا پای سوب بشه. دوباره شروع میکنیم به زدن زنجیر. 5 تا 6 تا زنجیر میزنیم و بین پای سوبل 1 و 2 قفلش میکنیم با یه پای کوتاه. دوباره 5 تا زنجیر میزنیم، 4 تا 5 تا زنجیر میزنیم و اینجا قفلش میکنیم. دوباره شروع میکنیم به زدن پای سوبله. 4 تا پای سوب این سمت میزنیم و در سمت مقابل 6 تا پای سوب میزنیم. ببینید اگر این دوتا رو به عنوان پای سوب در نظر بگیرین تا اینجا 3 تا و اگر این دوتا رو حساب نکنین 3 تای دیگه باید زده بشه که کل مجموعاً بشه 6 تا. دوباره 4 تا زنجیر 3 4 توی این حلقه قفلش میکنه. دوباره 4 تا زنجیر دیگه 2 3 4 دوباره پای سوبلاتون رو میزنید. و پای سوبل آخر رو که خواستیم بزنیم اینجا قفلش میکنیم ما بین پایه سوبل 4 و 5 و تا جایی که قلابتون میرسه.
و به همون اندازه که اینجا فاصله داریم اینجا فاصله میذاریم. 3 تا پای اون طرفتر قفلش میکنیم به این شکل. و من همینجا قفلش میکنم که میخوام ردیف بعدی رو نشونتون بدم که چجوری بافته میشه. ما بین هر پایه سو شما یک پایه بلند میزنید و اینجا که رسیدیم 2 تا زنجیر میزنید و 2 تا پایه بلند میزنید و یک پایه بلند کلاه در این حلقه کار میکنید و کار با هم دیگه میکشیم بیرون و به این شکل 2 تا زنجیر بزنید
قسمت قفلش بکنیم. دوباره دو تا زنجیره و دوبار در همین قسمت پای بلند میزنیم. در واقع با این کار این قسمت از سر گل رو برجسته میکنیم و یا این قسمت بعدی رو به این شکل با پایه های بلند ساده آبن هر پای سوق ادامه میدیم کارتون.